زمانی که جانب مقابل دلیل نداشته باشه باز او را زور میده. که زور داد دست در جنگ میکنه. دست در کجا میکنه؟ در جنگ شروع میکنه. فرعون دید که آلی دیگه گپا نمیشله، قال لئن اتخذت الها غیری، اگر غیر از من معبود دیگری را بری خود جور کردی و این دعوتایت شروع کردی لاجعلنک من المسجونین، بندیت میکنم. اگر توی کارای گپایت گفته رو ایستی، مردم از ما خطا میدی دیگه. مردم کلگی بر ربوبیت ما قایل است و تو آمده رب العالمین دیگر برشان معرفی میکنی. از او خاطر زور داد شه. گفت اگر این کارا را میکنی ما تو را بندی کرده نیستم. موسی علیه السلام میگه عجیب است. قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر من یک دلیل واضح، سند واضح بیارم بازم هم این کار تو کرده نیست. خو لیکن فرعون امی قدر انصاف داشت فکرتان باشه، موقع داد به موسی علیه السلام. اما مردم امروزی ما وقتی که بند بیا دلیل نداشته باشه دستی وار میکنه، تهدید نمیکنه تا که تو را تهدید کنه و آینده تصمیم بگیره امروز تو یک معامله بکنه، بلکه دمو فرصت سرت وار میکنه. فرعون وار نکرد، تنها تهدید کرد که تو را بندی میکنم. وقتی موسی علیه السلام گفت که اگر چی دلیل و سند بیارم، گفت فاتی، قال فاتی به ان كنت من الصادقین، اگر راست میگی بیار خیرم دلیلی تا. موسی علیه السلام فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، عصای خود انداخت، ناگهان مثل چی واری بود؟ بگو یک مار بزرگ واره. آل فرعون چیسته؟ مفسرین نوشته میکنه که خیز زد، حتی بولش رفت از دستی ترس. یعنی عجیب است، الله متعال این تو رسوا میکنه. ببینی برای یک انسان حتی معلوم نمیشه که ما چی هستم و چی قدر تصرف مدارم. وقتی ما اینمی حالات فرعون بیان میکنیم برای ما میگه، برای ما معلوم میشه که چقدر بیعقل بوده راستی. یادم خود رب معرفی میکرد. ولی وقتی که سردمداری این وقت میبینیم اونه که از فرعون کده. فرعون خو یک چیزی پاچایی مستحکم داشت، رود نیل در حکمش جاری بود. در حکمش جاری مانا هر طرف که بندار انداخته بود، هر طرف که فرمان میداد اعلا کرده میشد. فرمان روی در دمو مملکتش در زیر تسلطش بود. امروز پاچای ما از هرگی خود بیرون امر کرده نمیتونه، لیکن دعوا از کجا داره. ببینی امور رقم هسته. امروز اینولی کسی چی بگویه که یا چقدر عقل داره، مشکل است. خوی موسی علیه السلام تنبیهات برای فرعون داد و اینجا رب العالمین معرفی شد که رب العالمین مالک و متصرف آسمان و زمین است و آن چیزی که در بینهماست، مالک مشرق و مغرب است، مالک شما و آبا و اجدادتان است. یعنی این رب العالمین میگه. تو خدا به مردم رب معرفی میکنی، چی رقم رب هستی؟ تعجب است. موسی علیه السلام در اینجا از اینمی چی دلیل ربوبیت، یعنی که الله رب است، استدلال میکنه به دلیل الوهیت که حق بندگی و پرستش هم کیست؟ الله داره، نه تو فرعون نداری. از همون خاطر این مکالمه ها شروع شد و بعد از او چیسته گپ در سر مناظره رسید و که او قرآن کریم او را تشریح میکنه که وا مردمای خود جمع میکنه که امروز موسی علیه السلام مناظره کنه. در مناظره هم ناکام میشه. باز که کسایی که به مناظره موسی علیه السلام آمدن، انصاف مردم با انصاف بود. دیستی که فهمید که والا گپی حق است، در سجده افتادن و اقرار کردن، اعلان کردن. حالی نه از ظلم فرعون میترسه، نه از تهدید فرعون میترسه. فرعون برشان میگه که هر کدام میتونه در شاخهای درختی خرما آویزان میکنن. گفت تو هم چی فیصله میکنی در دنیا میکنی؟ اینی قد تصرف داری که اینولی ما را محکوم به مرگ بسازی، بندی کنی، ما را پرچه کنی، لیکن ما نمیترسیم. چرا؟ الله در عوض یزی بر ما جنت میده. علم اینی قدر خوب چیز است. ابو ساحره علم داشت، فهمیدن که اینمی عمل موسی علیه السلام سحر نیست، حقیقت است. از او خاطر دیستی اعتراف کردن. گب در سر عزیزتا کلمه عالمین در اینجا غیر از الله متعال سری کل چیزا اطلاقش میشه. گوی کلمه عالمین تنها برای آن چیزی اطلاق میشه که الله در دنیا و آخرت پیدا کرده. یعنی چیزایی را که الله پیدا کرده او را عالمین گفته میشه. کل معناها را اگر در این کلمه ما بگیریم در رب العالمین، برای ما و شما درست است. چرا که الله خالق کل چیز است. اگر در دنیا است، اگر در آخرت است، اگر غیر از الله متعال است، اگر انس است، اگر جن است، کلش مالک و متصرفش کیست؟ الله متعال است.